باید اینو تستش کنیم. حالا میگه این چیه؟ این از هموناییه که داخل بچگیامون میخوردیم، اما تفاوتش اینه که این خیلی ترش‌تره، اما به گفته فروشنده‌ای که ازش خریدم. حالا بیا بریم با هم تستش کنیم و از 1 تا 10 بهش نمره بدیم. به بسته‌بندیش از 1 تا 10 به خاطر این خرسه 10 میدم، چون هم واقعا خوشگله ولی میخواست از من 8 رو بگیری که من خرسه رو دیدم و بهش 10 رو میدم. حالا بریم با هم تستش کنیم. باز نمیگه. اینجا باش. کجا باز باشه؟ باز نمیشه بچه ها. چقدر خوشگله بچه ها. من فکر کنم این مایه وسط هست. بریم مایه هم آره آی فکر نکنم باره شده باشه. داره میاد بیش کن بگی تو بینه اصلا نمیاد، اصلا پاره نمیشه. یعنی اینجا دوستم داره کمک کنه بچه. داره میاد. نه بس بچه اون باید روی اینم ریخت که نیازی نیست داخلش بزنم. شکلیه سسش، اما این سس وسطه اینجا قرار بود بنفش باشه، بنفش نیست. حالا بریم تست کنیم. بله باشه واقعا خیلی ترشه، اما اصلا هم ترشیش به خاطر سس هست، چون روی این چیزه، روی این حالت پاستیل، روی این شکر ریختن و اگر اون شکر نمی بود خیلی ترشتر می شد و الان خیلی ترشه. از 1 تا 10 هم بهش نمره 10 میدم. خداحافظ.